از 400 روز است که شاگردا دخترها مکاتب برویشان بسته مانده و ما یک بار دیگه خواستیم که بیاییم و به خاطر باز شدن مکاتب تلاش خود انجام بدیم و ما نزدیک مکتب لیسه الفتح هستیم که بر ما اجازه دخول در مکتب داده نشد، با وجودی که تعداد شاگردا و والدین شاگردا همراه ما هست بر ما داخل مکتب اجازه نمیدن. به خاطر از که ما کسایی هستیم که طرفدارای علم و دانش هستیم، طرفدار باز شدن دروازه های مکتب هستیم، ولی آنقدر محدودیت ایجاد کردن که ما داخل مکتب رفتن نمیتونیم و ما باید تلاش های خود کنیم تا حدی که ما بتونیم حتی یک مکتب هم که دروازه‌اش باز شود ما موفق هستیم. ما مادرایی هستیم که دخترای ما همه روزه در خانه دارن با یک استرس شدید دست و پنجه نرم میکنن، همشان به امراض روانی سر دچار شدن.